یه زاهد از راه میگذشت، مولانا جامی رحمت الله علیه میآورد درمون دیوان خودش. زاهد از راه میگذشت، یک جوانه و الله دشنام میداد، بسیار با آواز بلند دشنام میداد الله را، مثل که امروز در صفحات میآیند مرتدین و ملحدین به الله و رسول دشنام میدهند، به دین دشنام میدهند، به قرآن دشنام میدهند. فکر میکنن که دیگه خدا زورش به ما نمیرسه، نعوذ بالله، خدا ناتوان شده، خدا ضعیف شده، خدا نمیتونه انتقام بگیره. زاهد رسید نزدیک جوان، دید که این الله را دشنام میدهد. زاهد دستان خود را بلند کرد که خدایا ذلیل و زبونش بگردان، خدایا رسوای دنیا و آخرتش بگردان. عارف از راه رسید، مردی که الله را خوب میشناخت از راه رسید، برش گفت که چرا دعایی بد میکنی در حق جوان؟ گفت تو نمیبینی به الله دشنام میدهد؟ من دعا میکنم الله او را به عذاب خود گرفتار بکنه. عارف گفت تو مگر نفهمیدی که الان در بزرگترین عذاب خدا این جوان گرفتار شده است؟ تو دعایی چی میکنی؟ دعا میکنی که پروردگار اینو به عذابت گرفتار کنه، الان این داخل عذاب است. گفت مگر عذابش چیست؟ گفت عذابش چیست که الله از لیست بندگی حذفش کرده. دعا کن که از لیست بندگی حذف نشه.